دادستانی نویه قضایی ولایت تیومن پرونده یک شهروند 26 ساله تاجیکستان را که با وجود در روی خط سیاه بودن نامش 7 مرتبه به روسیه سفر کرده است به دادگاه فرستاده است. سامانه محلی فسلوخ رو بر اساس مواد پرونده این جوان تاجیک خبر داد که او را ماه نوامبر سال 2015 برای ویران کردن قانون‌های مهاجرت روسیه از این کشور بیرون کرده برای 5 سال یعنی تا نوامبر سال 2020 از حق ورود به قلمرو روسیه محروم کردند. اما جوان تاجیک بعد بازگشت به تاجیکستان نام نسب خود را عوض کرده از ماه اپریل سال 2016 تا ماه مارس سال 2018 در مجموع 7 مرتبه با نام و نسب نو توسط گذرگاه‌های پتوخووا در ولایت کورگان، ناحیه قزان ولایت تیومن و از طریق شهرک نیژنیوارتوفسک وارد روسیه شده است. ماه نوامبر سال 2020 او در شهر نیژنیوارتوفسک برای گرفتن پتنت حجت سپرده است و هنگام تفتیش اسناد و بر اساس ایز انگشتانش معلوم کردند که این داوطلب پتنت دقیقاً همان است که از حق ورود به قلمرو روسیه محروم کرده شده بود. بعد این به ضد مهاجر تاجیک پرونده شده او را تحت جستجو قرار دادند و ماه مارس سال 2021 در شهر سورگوت دستگیر کرده به حبس پیشکی گرفتند. بر اساس ماده 322 کودکس جنایتی روسیه به این مهاجر جوان تاجیک برای عبور غیر قانونی مرز روسیه با وجود منع ورودش به این کشور همچنین جریمه به مبلغ تا 300,000 روبل یا تا 4 سال کارهای اصلاحی یا تا 4 سال حکم زندان تهدید می کند. مقامات روسیه در سالهای آخر صدها هزار نفر از شهروندان تاجیکستان را از حق ورود به این کشور محروم کردند. در سال 2018 شماره آن شهروندان تاجیکستان که بر روی خط سیاه روسیه افتاده حق عبور مرز آن کشور را از دست داده بودند از 300,000 نفر گذشته بود. آن سال 104,000 نفر از مهاجران تاجیک مورد عفو قرار گرفتند، ولی روی خط سیاه مهاجران تاجیک منع الورود خیلی زود از حساب اخراج‌های نو به نو دیگر باره پر شد. مهاجران کاری از روسیه یک منبع اساسی تأمین روزگار اکثر خانواده‌ها در تاجیکستان و برای بسیاری از عائله‌ها حتی منبع یگانه تأمین زندگی به شمار می‌روند. از این رو اکثر آنهایی که از روسیه اخراج می‌شوند در تاجیکستان کار شایسته برای پیشبرد روزگارشان پیدا نمی‌کنند و مجبور می‌شوند که نام و نسب خود را عوض کنند و دوباره توکل کرده راه روسیه را پیش بگیرند.